بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز و همشیره های محترم، اگر میشنوند، بحث هفته های گذشته ما ادامه داره در مورد تربیه اولاد و حقوق اولاد بالای پدر و مادر. امروز ما میخوایم روی موضوعات دیگه که در رابطه با تربیه اولاد از بحث کنم. بحث اول در مورد حسن سلوک با اولاد است، یعنی رفتار نیک و حسن سلوک با اولاد. یکی از حقوق اولاد این هم است که پدر و مادر باید با اولاد خود با شفقت و ترحم و نرمی پیش بیاید و با آنها روش نیکو داشته باشند. با آنها روش زشت و خشمگین نداشته باشد. از خطاهایشان درگذر کنند. وقت بالخصوص الفاظ زشت و رکیک و الفاظ فحش استعمال نکنند در توبیخ اولاد خود. چون اگر پدر و مادر با اولاد خود زشتگویی میکنه و سختی و خشم پیشه میگیره، نتایج از او این خواهد بود که اولاد از پدر و مادر خود بیزار میشه و در جستجوی محبت و شفقت می باشه که از کسی دیگه انتظار می داشته باشه که با او محبت و شفقت کنه. این به این معنی نیست که پدر و مادر نمیتونه اولاد خود تعذیب و توبیخ کنه. میتونه، این حق پدر و مادر است که اولاد خود وقتی که بعضی وقتا به سخن نفهمید، بعضی وقتا میشه که کم سخت بگویش، توبیخ و تعذیبش کنه، لیکن کوشش کنه که در حد زبان باشه، در حد زبان طوری باشه که اصلاح اولاد در نظر داشته باشه و خصوصا الفاظی که استفاده میکنه الفاظ زشت و رکیک نباشه، یعنی در محدوده الفاظ نصیحت آمیز و با کم قهر باشه. بالخصوص پدر و مادر کوشش کنند که از زدن اولاد خود پرهیز کنند. چون درست است که بعض وقتا شاید ضرورت ایجاب کنه، لیکن به شکل ناحق و همیشه به شکل عادت نباید اولاد خود بزنه. و حتی اما بعض اوقات هم کوشش کنه انسان باید اولاد خود دست بالای اولاد خود بلند نکنه، لیکن با سخن و با الفاظ نصیحتش کنه. چون نتیجه از او در روح طفل و در طبیعت طفل منفی خواهد بود. چون طفل خرد همگی میدانن مانند ورق سفید است که هر چیزی که بالای میشه نوشت و نتیجه خود داره. خلاصه برخورد پدر و مادر با اولاد خود از راه شفقت و نرمی و نصیحت باشه تا وقتی که آنها به سن بلوغ میرسن اولاد باشند که به پدر و مادر خود دعا کنند که
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله تعالی می فرمایند در قرآن مجید که اولاد به پدر و مادر خود دعا کنه که پروردگارم رحم کو بالای پدر و مادرم، آنچنان که آنها مرا از طفولیت پرورش دادند. پس او اولاد که تربیه درست شود در کلانی دعاگوی پدر و مادر خود می باشد و نمونهش در قرآن است که این دعا را می خواند که پروردگارا با حالشان رحم بفرما آنچنان که مرا پرورش دادند در خردی. گفتیم که توبیخ و تعذیب و سرزنش تا حد الفاظ باشه، این بهتر است و از زدن و از دست بلند کردن بالای اولاد پرهیز شود، چون اولاد از ابتدا در جستجوی شفقت و دوستی و محبت می باشد و وقتی که محبت و شفقت از طرف پدر و مادر خود ببینه، محبت اولاد به پدر و مادر زیاد میشه، احترامش زیاد میشه و دیگه ضرورت نمیشه که او انتظار محبت از کس دیگه داشته باشه. وقتی که محبت و شفقت از طرف پدر و مادر نبینه، طفل نزد دیگران او را میجویه، به دیگران رجوع میکنه به خاطر محبت ببینن، به خاطر که شفقت و رحم ببینن. Dear brothers, in continuation of our topic during the last maybe 3-4 weeks, I would like to continue the topic because this topic is not a topic that can be done in a month or a couple of months, and also we don't have enough time to complete it. So and it is very important topic, brothers, because we deal with it in our daily life as regarding how to bring up children and what are their rights upon the parents. So I discuss here different aspects of the children's bringing up. So today I would like to discuss new aspects. To begin with, as that the parents should treat their children with kindness and with mercy. This is one of the rights of the children. Their treatment and their behavior towards their children should be full of love and kindness and mercy. They should treat their children the way that they feel the love from their parents. And especially they should not use abusive words, bad words, swearing, and all those humiliating words that people used to swear upon each other. So the parents especially should be careful not to use such words for their children when they are upset with them. There is no doubt that the children make mistakes because they are children, but the parents must have sabr, patience with them, and they should not stop teaching them, they should not stop reforming them, correcting them, but it has to be done with kindness, with love, and with mercy. If the parents treat their children with hate or with being strict, much strict upon them, or by beating them, and other negative ways, if they treat their children in those negative ways, what happens, brothers? The children will look for love and kindness from others. And because they will think that our parents, they don't love us, so they will look for love with others. They should bring up their children in a way that when they grow up, when they become adults, they should be obedient children, and they should make dua for their parents. The example of one of the best du'as which is mentioned in the Holy Quran,
Allah Ta'ala says, رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. That the child should say to the parents, "Oh Allah, oh my Lord, have mercy upon my parents, the way that they brought me up when I was a child." So this will be the result if we treat our children with kindness and with love, and also with forgiveness. We should forgive their mistakes, their weaknesses, and always try to correct them in a very kind manner, full of mercy and love. Only then our children will be those type of children who make this dua for us when they grow up. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. So they are successful children. Those parents are successful who bring up their children in such a way that they make dua for their parents when they grow up. This does not mean that the parents cannot advise their children, cannot correct them, cannot reform them. Sometimes maybe with anger. This does not mean that. The very purpose of this is that the children should be reformed and corrected, and they should take lessons from the treatment of their parents. That's the whole point. But it has to be with kindness and mercy, because it will have positive effect upon them. If it is with harshness, if it is with being strict, and if it is with beating them, so it will not affect them. It will not affect them. Temporarily they might say, okay, but in their heart and their ruh, it will be negative. So if it is done with kindness, with love, so it will affect them deep in their hearts and ruh and soul and ruh as well. So we should be very careful, brothers. And the result of that will be that if the children is brought up with harshness, with strictness, and also with beating, with being, for example, rude to them, or especially using bad words for the children, the result will be they will grow up the same way they have been brought up, and they will be such parents themselves, and so this means they are not successful. Allah Ta'ala در قرآن مجید میفرمایند در مورد تربیه اولاد، در یک جای اشاره میفرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. سوره تغابن. که ای مؤمنان، بدون شک بعضی از همسرانتان و بعضی از اولادتان با شما دشمن هستند، یعنی مخالف شما هستند. پس شما باید در مورد از آنها هوشیار باشید. ولی اگر شما عفو کنید و درگذر کنید و ببخشید، پس الله تعالی بخشاینده مهربان است. چرا الله تعالی به این موضوع به این شکل اشاره فرمودند؟ این آیت مبارکه وقت نازل شد که دمی رابطه با اولاد است، که یک از صحابه کرام وقتی که پیش از هجرت در مکه مکرمه، وقتی که اونا زندگی میکردن و امر هجرت آمد و رسول الله صلی الله علیه و سایر صحابه به طرف مدینه هجرت فرمودند، یک از صحابه کرام اونها قلبا میخواستند که اونها هم هجرت کنند، لیکن نتونستند که هجرت کنند به وقتش. اونا دیر هجرت کردند، چند سال بعد هجرت کردند. علتش چی بود؟ که همسرانشان و اولادایشان مانع هجرتشان شد. بر از اونا گفت که شما همین کافی است که مسلمان هستین، حال شما میرین هجرت میکنین و از ما دور میشین، این ظلم از بالای ما، شما نباید هجرت کنین. همان بود که اونا مانع آنها شدن که هجرت کنند و بعدها که راضی شدن و هجرت کردند، چند سال بعدش دیدن که از بسیار فیوزات و برکت هایی که در صحبت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، از اونا محروم بودند.
بسیار چیزایی که صحابه کرام که در اول هجرت کرده بودن که آموخته بودن از او علم اونا محروم شده بودن. و همین خاطر چی شد که او در فکر انتقام جویی از زن اولاد خود شدن که یعنی شما مانع اقا فیوز و برکات شدین، مانع اقا درجات بلند شدین که ما محروم شدیم، ما یعنی باید انتقام بگیریم. همان بود که این آیه مبارکه نازل شد که الله تعالی فرمودن که درست است که بعد از اونا با شما مخالفت کردن، یعنی مخالف بودن و شما در این مورد متوجه باشین، لیکن اگر شما عفو کنین و درگذر کنین و ببخشین این بهتر است. الله تعالی تشویق کرد و همان بود که صحابه کرام اونا درگذشتن و بخشیدن زن اولاد خدا بر اساس حکم الله تعالی. پس این چی معنا میده که وقتی که از فامیل اولاد انسان اشتباهات صورت میگیره و یا غلطی های صورت میگیره و یا گناهان سر میزنه، پس ما باید از نصیحت و از درگذر کار بگیریم. نصیحت با اخلاق بسیار خوب، با نرمی و با رحم با اونا پیش بریم و نصیحت کنیم و این تاثیر مثبت خواهد داشت. اگر به خاطر امو اشتباهات و غلطی هایشان که از اونا سر میزنه از همان اول با اونا مخالفت شروع کنیم و کینه ایشان را به دل خود بگیریم و از راه نفرت پیش بریم، این امور خرابتر میسازه، روابط فامیلی را خرابتر میسازه. به همان خاطر الله تعالی فرمودن که شما من حیث رئیس فامیل باید از عفو درگذر کار بگیرید و از نرمش پیش بیاین. و اگر پدر و مادر از همان اول برخورد معمولش با اولاد این باشه که از راه زشتخویی پیش بره و الفاظ زشت و رکیک استفاده کنه در رابطه با اولاد خود و حتی بالای اونها دست بلند کنه اونها را بزنه، نتیجه چی خواهد بود که او اولادش که کلان شدن، بزرگ شدن، بالغ شدن، اونها هم انسانهای بسیار کینه‌ای با اخلاق بسیار پایین بار خواهد آمد. انسانهایی که اخلاقشان یعنی پایینتر از دیگران خواهد بود، چون نتیجه همون تربیه است که از طرف پدر و مادر خود میبینن. Dear brothers, in this regard, Allah Ta'ala has mentioned an ayah Mubarak in the Holy Quran is regarding the bringing up of the children and their treatment. Allah Ta'ala says, I read the ayah, I read the translation now. Allah Ta'ala says, O Muslims, O believers, there is no doubt that from amongst your family and from your children, some of them they are against you, they are your enemies. So beware of them. But if you pardon them and if you forgive them and if you ignore their mistakes, Allah Ta'ala, so without that Allah Ta'ala is all forgiving and all kind. So this is in Surah Taghabun. So this ayah was revealed, the Sha'n al-Nuzul, the reason for the revelation of this ayah was also regarding family matters. What happened when the Sahaba radiallahu anhum, when they were in Mecca and the order of Hijrah, migration came and the Muslims started migrating with Rasulullah to Medina. Some Sahabis, they could not do Hijrah at that time and they did Hijrah late. Maybe many months or many years late. The reason was because when they told their family about it, they stopped them from doing migration, hijrah, because they said that you are Muslim now, and on top of that you are leaving us alone here, so leaving us on our own. We don't let you to go to Medina now. So they accepted their opinion and they didn't migrate at that time. So what happened when later on they migrated to Medina, maybe after some years, so they saw that in Medina those Muslims, those Sahaba that had migrated in the beginning, they had learned a lot from the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They had learned a lot and they had taken a lot of mercy and barakah and virtue from the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And
feeling sorry about that, and they were, they were missing that. They were saying, we lost all these barakah and virtues and education because of our children, and they didn't let us to migrate on time, so we lost all these, virtues and barakah. So they wanted to revenge from their family for that. They wanted to revenge. So when they decided to revenge, Allah Ta'ala sent down this ayah that, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. So the meaning I told you, that Allah Ta'ala says that although there are, from amongst your children, there are some that your enemy and they oppose you, and you are be aware of that. But if you pardon them, if you ignore their mistakes, and if you forgive them, it is better. So Allah Ta'ala is all forgiving and all kind. So this only then they stop from their decisions not to revenge from them. So what this ayah means, brothers, this teaches us that if our children, our family, our children, they make mistakes and they commit some sins or they disobey, so we should not take action straight away, brothers. We should be very careful in treating them. We should be very kind and merciful to them. We should, give them time. We should give them advice in a very good and merciful manner, brothers, with love and respect and sympathy. So only then the advice will affect them. The advice. If the advice is, with love and sympathy and, and respect, the advice will affect the heart of a person, or especially the children who are, innocent. So this will affect their hearts and soul. But if we advise them, do nasiha to them with a harsh manner, in a strict manner, and being, for example, maybe rude to them. So what will happen? Temporarily, they will say yes to us. Temporarily, they will say okay. But what will happen? Deep in their hearts, they will disobey. They don't like it. So the reason will be that they're disobeying their parents. So we should be very careful about that when they make any mistakes. So such children who are brought up in an atmosphere of hatred or beating up or being rude, or for example hearing harsh words from their parents, especially swearing in other bad words from their parents. If they are brought up in such an atmosphere, what will happen when they grow up? They will have a very low manners, brothers. Their akhlaq will be very lower than others, and also they will be themselves, like them, full of hatred for others and being rude to others. This is the effect of their, bringing up and during their childhood. So we should be very careful about that, brothers. So علما میفرمایند، مفسرین میفرمایند که این آیه مبارکه که وقتی که نازل شد، بعد از او یعنی مسلمان ها باید متوجه باشند که با اهل و عیال خود، با اولاد خود، اگر از اونا کار خلاف شرع سر میزنه، نباید از آنها بیزار شوند و نفرت کنند از آنها و آنها را ترک کنند. لیکن باید چی کنند که در فکر اصلاح آنها باشند، در فکر ازی باشند که راههای پیدا شد که اونها خود اصلاح کنند، و در عین زمان بر از آنها باید دعا کنند، از الله تعالی کمک بخواهند که خداوند اونا را اصلاح بساز، و همچنان با نرمی و خوشرفتاری در پی اصلاحشان باشند، نه اینکه با از آنها بیزار شوند. بعضی کسا عادت داره که مثلا اولادش اندکترین یک اشتباهی میکنه یا گناهی سر میزنه ازش، به عوض که به او راه و چاره نشان بدن، به عوض که به او با نرمی و نصیحت کنن، قطع رابطه میکنن، با او گپ نمیزنن، با او واسه دشمنی پیشه میگیرن. این راه منفی است، اشتباه است که عواقب خوب نداره. مسئله دیگه که خدمتتان عرض میکنم ایسته که مساوات و عدالت در بین اولاد است. تا حالا که خدمتتان عرض کردم در مورد برخورد با اولاد، و حالا در مورد مساوات و عدالت در مورد اولاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد واضح فرمودن
اتقوا الله وعدلوا فی اولادکم. رواه مسلم. از الله بترسین، از خداوند بترسین و برابری کنین در اولادتان. ببینین واضح بر ما فرمودن کسی که بیشتر از یک اولاد داره، به هر اندازه که باشه، به هر تعدادی که باشه، چی پسر باشه چی دختر، باید برخوردی که با اونا داره باید مساویانه باشه و بر اساس عدالت باشه. مثلا به همان شکل که نشان میده که یک اولاد دوست داره، به همان شکل باید نشان بده که اولاد دیگه خودم به اون رقم دوست داره. اتو نکنه که اگر قلبا یک اولاد خدا دوست داره او دیگه از او دیگه غافل باشه و او بی پروایی کنه در مقابل از آنها. یا مثلا اگر تحفه‌ای که میخره، تحفه به اولاد خود میخره، باید به همشان بخره، باید به همشان بخره و همشان در نظر داشته باشه. و به همین شکل تمام اموری که در رابطه با برخورد پدر و مادر با اولاد است، باید در تمام امور باید عدالت و مساوات در نظر گرفته شود. سیدنا انس رضی الله عنه روایت می‌فرمایند که یک روز یک شخص با رسول الله صلی الله علیه و نشسته بود، طبعا او هم صحابی بوده، نشسته بود که میگه من دیدم که یک پسرک از امو شخص آمد، یک بچگک خودش آمد، امو صحابی او طفل خود گرفت، ام بچگک خود رویش بوسه کرد و در بغل خود شاندش. چند لحظه بعدش دخترک خودش آمد، این چی که دخترک خود در پالی خود شاند، یعنی بوسام نکردش و در بغل خودم نگرفتش، در پالی خود شاندش. رسول الله صلی الله علیه و به او صحابی فرمودند فهل لا عدلت بینهما، چرا بین آن دو برابری نکردی؟ رواه طحاوی. یعنی ببینید رسول الله صلی الله علیه و متوجه بودن و برخورد از صحابی را با دو طفل خود که یکیش پسر بود یک دختر، گفت که چرا برابری نکردی با دو طفل که یکیش گرفتی و پسر گرفتی بوسه زدی و در بغلت شاندی و دخترکت که آمد او را در پالیت شاندی. ببینید حتی بوسه زدن و در بغل گرفتن هم رسول الله صلی الله علیه و ما را متوجه ساختن که شما متوجه باشین این هم در تحت عدالت و مساوات بین اولاد میه، که وقتی که در مقابلش دیگرایش یکیش بوسه میزنیم باید دیگرش هم بوسه بزنیم، همشون مساویانه به همان شکل برخورد شود با آنها. در جای دیگه رسول الله صلی الله علیه و فرمودن قاربوا بین ابنائکم ولو فی القبل. فتح الملهم شرح مسلم. با اولادتان برابری کنید هرچند در بوسه گرفتن باشد، یعنی وقتی که اولادتان حتی بوسه میکنید در او هم باید برابری کنید که دیگه اولادایتان هم بوسه کنید، به خاطر که این تاثیر منفی مندازه بالای طفل. او فکر میکنه که پدرم یا مادرم مرا کمتر دوست داره و او را زیادتر دوست داره و امروز که نطفه های کینه، نطفه های نفرت در قلب طفل ایجاد میشه. Dear brothers, because we don't have enough time, just quickly regarding that ayah I read, and inshallah I'll continue in future talks, inshallah, this topic. Regarding the ayah Mubarakah that I recited to you, the scholars, the Mufassirin say, that after this ayah was revealed to Muslims, so this means that, Muslims should be careful regarding their children. When they make any type of mistake or even a sin which goes against Sharia, they should not cut their relation with them. They should not start hating them. They should not show hatred to them. So this is wrong way. What should they do? They should continue reforming them, continue advising them, continue correcting them with a very kind manner, with a good akhlaq, with love, with respect. Continue to be after their reformation. So this way it will affect them. But otherwise, if a parent if sees one of his children doing something wrong, and if he starts, cutting his relation with him, not to talk to him or whatever, treat them harshly. So this is not good because it makes them worse. It makes them worse. So we should be very careful in that, brothers. We should have sabr, because bringing up children, brothers, needs a lot of sabr and patience. So if we lose sabr, because Allah Ta'ala ordered us to be sabr, to have sabr. So if we lose patience and sabr, so it will have negative effect on impact on the the akhlaq of our children, brothers. Because time is over, brothers. Inshallah, we'll continue this topic in future weeks, inshallah.
و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای محترم و همشیره های محترم اگر میشنوند، بحث امروز هم به ادامه بحث های گذشته است که او بحث هنوز تمام نشده در مورد تربیه اطفال، تربیه اولاد از نظر شریعت مطهره و مسئولیت های والدین در رابطه با اولادشان. الله تعالی طوری که خدمتان قبلا عرض کردم واضح می فرمایند: بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مسلمانان، خودتان را و اهل و عیالتان را از آتش جهنم نجات بدهید. در اینجا الله تعالی فرمودند که از آتش خدا نجات بدهید. منظور از آتش جهنم است. لیکن علما می فرمایند که اگر ما حتی در اینجا آتش دنیا را هم مثال بتیم، باز هم انسان از آتش دنیا به چی شکل خدا نجات میده؟ آتش جهنم خود خیلی شدیدتر و سوزنده‌تر از آتش دنیا است. حتی در آتش دنیا، در جایی که یک آتش واقع میشه، انسان حتی نزدیکش نمیره، کوشش میکنه که هر چی زودتر خود از اون نجات بده، دور بکنه. پس آتش جهنم به وجه احسنش باید انسان کوشش کنه که از او خدا نجات بده. پس وقتی که تربیه اولاد خراب شد، خدا نخواسته تربیه اولاد خلاف شریعت واقع شد، همان است که گویا انسان در آتش می سوزد. پس به همان شکلی که ما از آتش خدا دور نگاه میکنیم، از آتش خدا نجات میتیم، به همان شکل باید اولاد خدا از کارهای خلاف شریعت دور نگاه کنیم و آنها را در راه راست، در راه مستقیم و راه حق هدایت کنیم و نگذاریم که اونها به بیراهه بروند. صرف به نصیحت، به چند نصیحت چند روزه نمیشه. تربیه اولاد یک مسئولیت نهایت سترگ است که تمام زندگی در گریبانگیر انسان است، گریبانگیر پدر و مادر است، تا زمانی که آنها بالغ میشن. و پدر و مادر باید بسیار صبر و حوصله داشته باشند، قدم به قدم و هر روز باید در فکر تربیه اولاد خود باشد، در فکر ازی باشه که مبادا آنها گمراه شوند. به همین خاطر الله تعالی فرمودن که که گویا که خدا از آتش دور نجات میدین، به همان شکلی که خدا از آتش نجات میدین، از بدی ها هم خودتان را و از اولادتان را دور نگاه کنید. در غیر آن آتش جهنم در انتظار ماست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در این رابطه: ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن، رواه ترمذی. بهترین تحفه‌ای که پدر برای اولاد خود داره ادب حسن است، یعنی اخلاق نیک است. که پدر وقتی که اولاد خود اخلاق نیک یاد میده، او بهترین تحفه است برای طفل، برای اولاد. لیکن متاسفانه امروز میبینیم که برعکس شده، معامله برعکس شده.
یک پدر و مادر، خصوصا پدر میره برای اولاد خود مثلا یک ویدیو گیم میخره، می تحفه میده، بهترین و مدرنترین و اعلاترین ویدیو گیم میاره برش میده که میگه اینا ما اینقدر دوست دارم برای ویدیو گیم آوردیم. یا مثلا هم چیزای دیگه میاره که سبب گمراهی و طفل میشه و سبب میشه که دگم در گمراهی فرو بروه. این جای خیلی تاسف است. من یک کس را در موردش معلومات دارم که به حج رفته بودن، یعنی والدین و اطفال به حج رفته بودن و از حج برش ویدیو گیم تحفه آوردن. از مکه مکرمه ویدیو گیم خریدن، اینجا به طفل خود تحفه آوردن. اما ویدیو گیم هایی که اشکال مختلف داره، نامهای مختلف داره. این جای نهایت تاسف است. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و فرمودن که بهترین تحفه پدر و مادر و خصوصا پدر به طفلش اخلاق نیک است. در جای دیگه میفرمایند من ولد له ولد، کسی که رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند کسی که صاحب اولاد میشه فلیحسن اسمه و ادبه، پس چی کنه؟ اسم بسیار خوب بالاش بانه و او را اخلاق بیاموزانه، ادب و اخلاق بیاموزانه. فاذا بلغ فلیزوجه، و وقتی که بالغ شوه نکاحش کنه. فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه، رواه بیهقی. و اگر اولاد بالغ شوه و پدر نکاحش نکنه و اونا مرتکب گناهی شوه، پس گناهش بالای پدرش است. پس میبینید که رسول الله صلی الله علیه و بسیار تاکید ورزیدن که پدر و مادر از همان روز اول وظیفهش است که طفل خود ادب و اخلاق اسلامی را بیاموزانه. Dear brothers and sisters who are listening, my topic is the continuation of the previous topics, is regarding the bringing up of the children according to Sharia and the responsibilities of the parents towards their children. Allah Ta'ala, as in this regard, as specifically has said that, O Muslims, O believers, save yourself and your family from fire, from hellfire, from the fire of Jahannam. So how we are saved? First of all, we learn the deen and practice on Sharia in our daily life. Secondly, teach our children to practice on Sharia and to pass their lives according to Sharia of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is, only then we will be saved from the hellfire. The ulama say that even if we give the example of the fire of dunya, nobody likes to get burned in the fire of dunya as well. The same way that we keep away from the fire of dunya, the same way we should keep ourselves and our children from evils, from sins, from anything that is against Sharia. We should keep them away. The same way that we can keep ourselves away from fire. So the fire of Jahannam is, brothers, much more, much stronger than the fire of dunya, brothers. So if we think about fire of dunya like this, that we never want to go near to it, how about the fire of Jahannam? So the only way, brothers, Allah Ta'ala says that you will be saved from the hellfire, that we have to have iman, and then we have to practice to act on the Sharia of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and teach our children to do that. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that the best, I said the Arabic text just now, that the best gift that a parent can give to his child is adab hasan, means good akhlaq, good behavior. That is the best gift of a parent to the child, especially gift of father, because father is the head of the family. He has more responsibility.
So, but unfortunately nowadays, some parents, some fathers, what they do, instead of teaching their children the deen, instead of teaching them good akhlaq, what they do, they buy them video games, Xbox, whatever. You know, the latest model, they buy them and they say, oh, I love you, my son, so I've got you this game. And they think they're doing a good service for their children. Or they buy them other things, other gadgets, you know, which is in the market, and they buy the latest one and they say, look, we love you, we bought you these. Without knowing that those gadgets, especially video games, they take them towards misguidance more and more and gets them addicted toward those misguidances. And finally, they at a stage, you know, they will be drowned on those misguidances that they will never care about their parents and never care about the family. And we can see that in our daily life, many parents are facing those problems. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that the best gift is to give your children good akhlaq, teach them good akhlaq, good behavior, Islamic akhlaq. So this is another topic itself, brothers. What is Islamic akhlaq? What is Islamic behavior? That is a very vast topic that inshallah I will discuss that in future, inshallah. In another place, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that whoever is given a child, whoever is given a child by Allah Ta'ala, he should choose a good name for him or her and teach him or her good akhlaq, adab. And when they become adults, they should make their nikah. But if they become adults and the parents, they don't do their nikah and they commit a sin, the sin will be on his father. The father will also get the sin because he neglected his child. He neglected them. This is narrated in Bayhaqi. برادرای عزیز، بر اساس شریعت مطهره اولین تعلیمی که یک طفل مسلمان باید ببینه ایسته که وقتی که تولد میشه، طوری که خدمتان عرض کردم، آذان محمدی صلی الله علیه وسلم در گوشش داده میشه. آذان در گوش راستش و اقامت در گوش چپش. این اولین تعلیم است که بر روح طفل توحید و رسالت اعلان میشه. و بعد از او وقتی که طفل ما به سن رسید که مثلا شروع به حرف زدن کرد، شروع به گپ زدن کرد، اولین چیزی که پدر و مادر طفل خدا باید یاد بده کلمه مطهره است، کلمه طیبه است، لا اله الا الله محمد رسول الله. این اولین تعلیم است که پدر و مادر وقتی که طفل شروع به صحبت کردن کرد باید برش تعلیم بده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد فرمودند اولین چیزی که طفلتان را تعلیم میدهید، بر آنها تعلیم بدهید که بر زبان برانند لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. به خاطر که از همان روز اول طوری که آذان محمدی صلی الله علیه و سلم بر گوشش گفته میشه و وقتی که طفل شروع به سخن گفتن میکنه باید اولین چیز اولین گفتاری که بر زبانش باشه باید لا اله الا الله محمد رسول الله باشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم دمی حدیث مبارک بیشتر فرمودند که در هنگام مرگ نیز به مرده هایتان، کسانی که در حال مردن است، همین کلمه را تلقین کنید. وقتی که کسی در حالت مردن میشه، در حالت جان کندن میشه، سکرات الموت در سراغش میه، باید اقاربش در نزدش بشینن و همین کلمه را گفته برن، به زبان برانن لا اله الا الله محمد رسول الله. او را مجبور نسازن که بگوید، صرف گفته برن تا این تلقین شود و خودش به زبان برانن. Dear brothers,
As I said before, that the very first Islamic education that a child gets after he or she is born, that is adhan. The parents, the father give adhan in his right ear and iqama in his left ear. At that time, the child doesn't understand, but his or her ruh, can take effect of that kalima, brothers. Because that's the message that our children get, the message of Tawheed and Risala from the day first. And when they start talking, when the children start talking, the very first thing that the parents need to teach them is kalima tayyiba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. That's the very first thing that the parents need to teach them, especially the father. Because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said that the very first thing that you teach your children to say in their tongue is La ilaha illallah, and also and it means kalima tayyiba full, and also say it while somebody is dying. Do talqeen to him, remind him of that kalima. When somebody is dying, the people who are around him, his relatives, whoever, they should say kalima tayyiba, keep saying kalima tayyiba near that dying person. And they don't force them, they don't force him to say that, they just keep saying that in order to remind him. برادرای عزیز، بعد از اینکه طفل کلمه طیبه را بر زبان راند و وقتی که کم شعور پیدا کرد، معمولا طفل حدود 7 سالگی به بعد شعور پیدا میکنه و فهم پیدا میکنه و سخن درست درک میکنه و میفهمه. قبل از 7 سالگی طفل پدر و مادر تشویق کنه که مثلا در مورد الله تعالی، در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم کم کم مطابق هم ذهنیت هم طفل برش گفته شود، مطابق هم صلاحیت طفل. مثلا به طفل گفته شود که ما را کی خلق کرده یا آسمان ها را کی خلق کرده، طفل به این اندازه میفهمه، برش یاد داده شود که الله تعالی. یا مثلا در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم برش یاد داده شد. مطابق توان طفل، مطابق صلاحیت ذهنی طفل، بعض مسائل دینی باید برش تعلیم داده شد قبل از 7 سال. و همچنان در مورد نماز پیش از 7 سال بالای طفل باید فشار آورده نشه که حتما نماز بخونه، به خاطر که بالایش او یک بار میشه و بیزار میشه. وقتی که 7 ساله شد باز نمیخونه نماز. پدر و مادر کاری کنه که وقتی که خودشان نماز میخوانن، طفل هم تشویق کنه که به پالیش استاد شود، تشویق کنه، مثلا از طریق خریدن جای نمازهای خرد یا دیگر مسائلی که مثلا به یاد انسان میاره ذکر الله را، مثلا تسبیح های خرد، جای نماز خرد که ذکر و عبادت به یاد طفل میاره، آدم برشان بخره، تشویقشان کنه، پدر در پالی خود استادشان کنه، بگی خودتان بخوان، لیکن مجبورش نسازه و اگر نخوان باید لط نکنه و باید ملامتشان نکنه تا سن 7 سالگی. وقتی که 7 ساله شدن، او سن است که طفل فهم پیدا میکنه. طفل فهم پیدا میکنه. به مو خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که در 7 سالگی به طفلتان نماز یاد بتین، به طفلتان نماز تعلیم بتین و آنها را وقتی که یعنی نماز یاد بتین و وقتی که 10 ساله شدن در صورت کوتاهی در نماز میگه آنها را سزا بتین در وقتی که 10 ساله شدن. یعنی از 7 سالگی به بعد پدر و مادر کوشش کنه که نماز به طفل یاد بده و عادت بده طفل به نماز. و مهمتر از همه در مورد توحید و رسالت به طفل باید تعلیم داده شود. و مثلا وقتی که طفل به سن فهم رسید، معمولا از سن 7 به بعد به سن میرسه که فهم پیدا میکنه طفل،
در مورد این که کلمه طیبه را میخوانه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و مفهومش برش یاد داده شود و در مورد الله تعالی معلومات بیشتر برش داده شود که خداوند یکیست، مثلا خدا یکیست اسمش الله است و در مورد قدرت های الله نعمات الله برش گفته شود و در مورد رسول الله صلی الله علیه و برشان تعلیم داده شود که ایشان کی هستند صلی الله علیه و سلم. طوری که الله تعالی در قرآن مجید مثال های بر ما در این مورد عرض کردن که آیت شریف است که حضرت لقمان حکیم رحمه الله فرمودند با پسر خود یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. ای پسرکم به الله شرک نبیار، بدون شک شرک آوردن ظلم بزرگ است. مثلا به این شکل تعلیمات به طفل خود باید پدر و مادر یاد بده که شرک چیست، مثلا کفر چیست، اسلام چیست، ایمان چیست. این معلومات است که طفل بعد از 7 سالگی میتونه درک کنه. Dear brothers, until the child gets to the age of 7, before the age of 7, the duty of the father is to encourage the child towards deen, to encourage them according to the ability of the child, according to the understanding of the child. But we are not supposed to force our children to pray before the age of 7. We are not supposed to force them or to hit them. Just to encourage them. For example, how we encourage them? When the parents pray, for example, encourage them to stand beside you. Or buy them, prayer mats, small prayer mats, or small tasbeehs, small things that encourage them, reminds them of the ibadah, worship of Allah Ta'ala. Buy it for them to encourage them. That is the age of encouragement, brothers, up to the age of 7. And also tell because some children, their understanding starts earlier. They can understand if you explain to them. For example, explain to them when we say kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What's the meaning of that? For example, who is Allah? Who is Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala is our creator. These are the basic teachings that we should teach the children. Who is Muhammad sallallahu alaihi wasallam? He is the last messenger of Allah Ta'ala. These basic things that a child can understand. And also, brothers, when the child gets to the age of 10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that you teach salah, prayer, to your children when they get to age of 7. Teach them, yeah? And when they get to age of 10, and tell them to pray. If they don't pray, punish them a bit. Punish them if they don't pray from the age of 10. Up to the age of 10, we are not supposed to force them. Yeah? But at the age of 7, definitely the parents, they should teach salah to their children, brothers. And also about about Allah Ta'ala, more and more information we should give them. For example, there are examples in the Holy Quran that Luqman rahimahullah used to say to his son, "Oh my son, don't bring partners to Allah Ta'ala. Don't bring shirk to Allah Ta'ala, because shirk is a great oppression, a great zulm." So we should explain to the child what is shirk, what is kufr, what is iman, what is Islam. These are basic teachings that the parent, especially the father, they should teach their children. And also, brothers, the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We should teach our children the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that we have to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. For example, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as himself has said that you will not be a Muslim until you don't love me more than your children, more than your parents, and more than everyone else. Until you love me, until you don't love me, you are not a Muslim. So a Muslim must love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam more than everyone else, other than Allah Ta'ala. So this is the basic teaching that we should teach our children, the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as well. And at the same time, brothers, we should make dua ourselves to Allah Ta'ala. For example, the masnoon du'as that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has taught us, that to make dua to Allah Ta'ala about the love of iman.
and about the hatred of kufr. And we should teach that to our children. For example, one of the du'as, Rasulullah used to say, Allahumma habbib ilayna al-imana. Oh Allah, make iman beloved to us. Make iman beloved to us. وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا, and adorn it in our hearts. وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ, and bring the hatred of kufr and the sins and aggression in our hearts. So, وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ, and make us from the guided ones. So, this beautiful dua, brothers, we say to ourselves in our salah, and also we should teach our children as well the meaning of this, and teach them to learn it and keep saying it, because when we learn the value of iman, and when we learn, the danger of kufr, the danger of the sins, the child will be more careful about these matters. He will be proud, he or she will be proud of being a Muslim. He will be proud of having iman. He will be proud of being away from kufr and sins. These are the basic teachings, brothers, you should be teaching your children. برادران، در مورد تعلیمات ابتدایی که برای اطفال باید داده شود، طور که خدمتان عرض کردم، توحید و رسالت. در مورد الله تعالی، که الله تعالی کیست؟ خالق ماست، آفریننده ماست، آفریدگار ماست و یگانه خدایی است که اسمش الله است، دیگه هیچ خدایی وجود نداره. این چیزای ابتدایی رو بر طفلا باید به بسیار تاکید یاد بتین. و همچنان در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم کیست؟ آخرین پیغمبر است و مقامشان بعد از خداوند است، و همچنان محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم به طفل خود باید یاد بتین. طوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هیچ کدام شما مؤمن نخواهد بود تا زمانی که مرا بیشتر از اولاد و والدین و همه مردم دوست نداشته باشد. ببینید همین معنا را به طفل باید بیاموزانیم مطابق سویه و صلاحیت طفل، که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما باید دوست داشته باشیم. مثل بعض مردم نباشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل یک آدم عادی فکر میکنن که نعوذ بالله یک پیغمبر بود آمد و رفت فوت کرد، نعوذ بالله. به این شکل نه. مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از خداوند است و باید این به شکل ویژه و خاص به طفل تعلیم داده شود. و همچنان بعض دعاهایی که در مورد اهمیت ایمان و خطر کفر مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما تعلیم دادن که خودتان هم بیاموزین و به طفلایتان هم یاد بتین. مثلا یکی از اون مثال ها، از اون دعاها که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن، خدمتان عربیش عرض کردم که الله که بگوییم که پروردگارا ایمان را برای ما محبوب بساز، ایمان را محبوب بساز و ایمان را یعنی در قلب‌های ما زینت بخش، زینت بده، و همچنان کفر را در دل ما منفور بساز، یعنی نفرت کفر در قلب ما بینداز و نفرت گناهان را و نفرت سرکشی از الله تعالی را در قلب ما بینداز و همچنان ما را از هدایت یافتگان بساز. ببینید این دعایی که عربیش خدمتتان عرض کردم یک دعای بسیار مقبول است. مثل از این دعای زیاد است که رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم دادن که ما خود ما یاد بگیریم، به اطفال ما یاد بدیم از همون سن خود، که اونا اهمیت توحید و رسالت بفهمند که الله کیست و محمد صلی الله علیه و سلم کیست. وقتی که طفل ما به سن 10 ساله رسید و وقتی که امر شد به نماز، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که اگر در 10 سالگی نماز نخوان شما جزا بتنش، یعنی جزای مطابق همون طفل، نه جزای بسیار ظالمانه، یعنی یک سرزنش، یک توبیخ باید شود و برش تاکید شود که نماز بخوانه. و بعد از او وقتی که طفل شعور بیشتر پیدا کنه که مسائل حلال و حرام هم معنایش بفهمه، باید به طفل یاد داده شود که حلال چیز و حرام چیز، احکام حلال و حرام، خصوصا مسائل غذا، مسائل لباس، دیگه مسائل روزمره زندگی که طفل با او سر کار داره، احکام حلال و حرام برشان تعلیم داده شود. مثلا مثال بر شما عرض میکنم که یک زمان سیدنا حسن رضی الله عنه
در نزد رسول الله صلی الله علیه و تشریف داشت که در دوره طفولیتشان بود. یکی از خرماهایی که مردم برای صدقه آورده بودن همونجا بود، یک خرما را گرفت به دهن کرد. سیدنا حسن رضی الله عنه طفل بود. رسول الله صلی الله علیه و فوراً فرمودند که به لغت عامیانه که بگیم تفکو یعنی از دهانت بینداز او را. نمیدانی که ما بنی هاشم از مال صدقه نمیخوریم؟ این حدیث شریف است. چی معنا؟ رسول الله صلی الله علیه و سیدنا حسن که در اون زمان طفل بودن یاد داد حکم حلال و حرامه، یعنی برای تو حلال نیست که را بخوری. علل حساب برش گفت که از این خدا دور کو، تفکو. این نمونه است برای ما که ما هم طفلای خدا از همین طفولیت در مقابل حرام و حلال باید حساس بسازیم که چی حلال است چی حرام است مطابق سوی طفل. Dear brothers, this last bit because the time is over. Another important point, when our children get to the age of 10 and they start praying, and if they don't pray, as Rasulullah has said, you can punish them, a light punishment according to the ability of the children. Punish them and make them to continue praying because they will get used to it. And also another thing is when they get more understanding of the matters of life, teach them about ahkam of halal and haram. Whatever they are doing in their daily life, they are eating, they are wearing clothes, whatever they are doing, teach them the ahkam of halal of haram regarding that to the child. I give you an example. For example, Rasulullah one day he was sitting. Sayyidina Hassan radiallahu anhu, his grandson, he was a child at that time, there was dates, people had brought the dates of sadaqah there. Sayyidina Hassan took a date and started eating it. Rasulullah all of a sudden he stopped him. Spit it out, he said, and don't, because we are Banu Hashim, we are not allowed to eat sadaqah from the sadaqah. So this is an example that our children, if they do something against Sharia, something which is sinful, we should, teach them straight away not to do that. Because from that age, they will be, sensitive about the matters of halal and haram, brothers, according to the understanding of the children, brothers. Because time is over, inshallah, I will continue this topic in future, inshallah. برادرها به خاطر که وقت تمام است، inshallah این مضمون ادامه میدیم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.